ماجرا از این قراره که میخواستن با یه کانال آب مثل یه رودخونه بزرگ که از غرب یا شرق کشور رد میشه خلیج فارس رو به دریای خزر وصل کنن. اگه چنین کانال ایجاد میشد یه سری اتفاقات میافتاد. ملموس‌ترین اتفاق تغییر آب و هوای مناطق اطراف کانال بود. چون کانال از مناطق کویری ایران عبور میکرد، تبخیر آب کانال باعث ایجاد بارش در مناطق خشک میشد که نتیجه اون تغییر اقلیم از گرم و خشک به معتدل و مرطوب و جلوگیری از کویری شدن بیشتر مناطق بود. یکی دیگه از نتایج این کانال میتونست انتقال راحت‌تر نفت، گاز و کالا از آسیای میانه به خلیج فارس باشه که شوروی سابق علاقه زیادی به این موضوع داشت. چرا که در نبود چنین کانالی مجبور بود از مسیرهایی مثل کانال سوئز استفاده بکنه که در اختیار متحدان آمریکا بود. و سومین نتیجه این کانال میتونست گسترش شیلات در حاشیه کانال و قابل استفاده کردن بخش‌های عظیمی از